قاعده 183 ارتداد را بشناسیم. ارتداد در لغت به معنای رجوع و بازگشت از چیزی و در اصطلاح بازگشت یک مسلمان به کفر با باور نمودن به یک عقیده کفری، استعمال سخن صریح کفری یا لفظی که تقاضای کفر را می نماید و یا فعل را که این کفر را در بر داشته باشد. یعنی ما و شما در این قاعده بر ما میگه که ما و شما باید چی کنیم؟ مفهوم ارتداد را بفهمیم. ارتداد چی هست؟ مثلا یک انسان مسلمان هست و این با بعضی از امور چی میشه؟ این مرتد میشه، یعنی از دین خارج میشه. یک عقیده را باور میکنه. مثلا کسی باور بکنه به این که العیاذ بالله، مثل که نصرانی ها مرتد شدن، پیروای عیسی علیه السلام چه وقت مرتد شدن؟ وقتی که اونا باور کردن که العیاذ بالله، نعوذ بالله، سه خدا هست. گفتن خدای پدر است، خدای پسر است، روح القدس است. الله سبحانه و تعالی گفت لقد کفروا، یقینا که کافر شدن. لقد کفر الذین قالوا، کافر شدن کسانی که گفتن ان الله ثالث ثلاثه، الله سومین سه خداست، یعنی سه خداست، یکی از اونا الله هست. اینا کافر شدن. اینالی یک باور کردن به این چیز. یا یک کسی مثلا باور میکنه که سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشه. این حال وقتی که این سنت ها را قبول نکرد، احادیث قبول نکرد، و ما آتاکم الرسول فخذوه، ای آیات قرآن انکار میکنه، بنابراین انسان مرتد میشه. خب، یا باور نمودن از به یک عقیده کفری، یا استعمال سخن صریح کفری. مثلا یک نفر یک کلمه کفری را صراحتا میگه. صراحتا یک نفر میگه که من شریعت الله را قبول ندارم، من قانون انسانی را قبول دارم. این حال این شخص با اینمی کلمه که استعمال میکنه، متاسفانه ای از دایره دین خارج میشه. چرا خودش صراحتا بیان میکنه که من العیاذ بالله اسلام قبول ندارم، یا شریعت الله را قبول ندارم، نظام اقتصاد اسلام قبول ندارم، نظام سیاسی اسلام قبول ندارم، خلافت اسلامی را قبول ندارم، مثلا احادیث قبول ندارم، ملائکه را قبول ندارم. بنابراین این با گفتن کلمات صریح کفری یا سخن کفری، یا مثلا استهزا میکنه. مثلا یک کس استهزا میکنه به شعائر الله، استهزا و رشخندی میکنه سر کعبه، سر پیغمبر، سر ملائکه فکایی میگه، العیاذ بالله سر پیغمبر فکایی میگه. این حال با استعمال اینمی کلمات انسان چی میشه؟ کافر میشه. یا لفظی که تقاضای کفر را مینماید. ات یک لفظ را میگه که دو لفظ چی است؟ تقاضای کفر است. مثلا یک کسی لفظ را میگن که در اونجا سبب کفر ازی میشه. چه قسم لفظ است؟ مثلا یک نفر استهزا میکنه با اعتقادات، این یا میگه که من شریعت الله را قبول ندارم، من دین اسلام قبول ندارم، من اخوت و برادری اسلامی را قبول ندارم. قوم پرستا مثلا میگن که ما اخوت و برادری اسلامی را قبول ندارم، ما قوممون برادر ما هست اما دیگران نیستن. این با اینی الفاظ انسان کافر میشه. و یا فعلی که این کفر را در بر داشته باشد. مثلا یک فعل میکنه که او فعل از او دلالت به کفر ازی میکنه. مثلا قرآن عظیم الشان در زیر پای خود میپرده، قرآن شریف مثلا لغت میکنه، قرآن عظیم الشان در کثافت دانی میپرده، به مقدسات توهین میکنه، به مسجد توهین میکنه. اینی افعالی که ای میکنه، این افعال ازی سبب ازی چی میشه؟ سبب کفر ازی میشه. یا مثلا شریعت الله را حذف میکنه، به عوض از اون قانون انگلیس یا قانون روس یا قانون امریکا را میره تطبیق میکنه. یا به عوض احکام شریعت الله، مثلا میگه این احکام ما کار ندارم، این فعلا به شکل فعلی احکام الله را وسو میکنه، و به عوض از اون مثلا قوانین کفری که فعلا هست او را جای به جای از اون میکنه. بنابراین اینی عمل ازی که چرا این کار میکنی؟ خب طبعا عقیده داره که، یا عقیده میکنه که شریعت الله کونه شده، مثل کمونستا میگفتن کافر شدن. چرا؟ شریعت الله را میگفتن آل فعلا قابل اعتبار نیست، در حالی که شریعت الله
قرآن عظیمشان تا روز قیامت است و تا او وقتی اعتبار داره و باید تطبیق شود. یا میگه که مثلا قانون انسان هم اجازه است. پس حالاتی است که سبب چی میشه؟ عملا یک نفر یک کار میکنه، قرآن زیر لغت خود میکنه، مثل که جادوگرا و فالبینا. جادوگر به خاطر از اینکه شیطان خوشحال بسازه کلام الله را زیر پای خود یا در کثافت دانی میپرده، یا استعمال بسیار بد میکنه. بناهن اینی افعالی که دلالت به کفر میکنه، بناهن این انسان چی میکنه؟ این انسان از دایره ایمان خارج میسازه و این مرتد میسازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.